جادو و جنبل و خرافه فقط مختص به فوتبال ایران نیست، در سرتاسر دنیا این اتفاق میفته. به عنوان مثال ایندیپندنته و ریسینگ دو تیم هستن از شهر بوئنوس آیرس در آرژانتین. هر دو هم شهری هستن، با هم تنش خیلی دارن سر فوتبال، هم هواداران هم تیمشون، مثل استقلال پرسپولیس. ورزشگاه‌های خونگیشون هم خیلی نزدیک به هم هست توی این شهر. در فینال لیبرتادورس ریسینگ موفق میشه ایندیپندنته رو شکست بده و قهرمان آرژانتین بشه. چند تا از هواداران تیم حریف که خیلی ناراحت بودن مخفیانه وارد ورزشگاه تیم ریسینگ میشن و در جشن قهرمانی اونا شرکت میکنن. تو این مراسم 7 تا سر گربه رو با طلسمی که از گردن اونها آویزون بوده چال میکنن توی چمن ورزشگاه به عنوان طلسم و نفرین که این تیم نتایجش عوض بشه. متوجه نمیشن اون موقع از فردای اون روز تیم ریسینگ نتایج ضعیفش شروع میشه، باخت‌های پیاپی، اخراج‌های پیاپی در سطح مدیریتی و کادر فنی و بازیکن‌ها و حتی سقوط میکنن به دسته پایین‌تر. یکی از هواداران تیم ریسینگ از دوستش که در واقع طرفدار تیم ایندیپندنت بوده متوجه این موضوع میشه و سریعا موضوع رو اطلاع میده به مسئولین. اونجا هم خب این مسائل خیلی مهم هست براشون و بهش توجه میکنن. سریع دستور میدن که چمن رو شخم بزنن. 6 تا سر گربه رو پیدا میکنن با طلسمش، ولی سر هفتم رو پیدا نمیکنن. هواداران ایندیپندنت متوجه این موضوع میشن و میدن که طلسم رو از بین میره. منتها تیم ریسینگ هم اقدام به تعویض هیئت مدیره و مدیر عامل و مالکش میکنه و مالک جدید دستور میده که کل ورزشگاه رو بازسازی بکنه. برخلاف ورزشگاه آزادی ما، اونجا روند بازسازی خیلی سریعتر اتفاق میفته و اینکه آرژانتین هم کشوری هستش که مشکلات اقتصادی و تورم بالای ما رو داره و در روند تعویض چمن و زیرساختایی که اون پایین هست، پایین از قسمت چمن هست، سر هفتم گربه رو با طلسمش پیدا میکنه. از فردای اون روز ریسینگ روند روی رشد شروع میشه، دوباره میاد دسته بالاتر، دوباره قهرمان لیگ آرژانتین میشه و به این طریق هستش که در واقع این طلسم از بین میره. خواستم بگم که این مسائل خیلی وقتا در فوتبال دنیا وجود داره و ما حالا زیاد نباید بچسبیم به کسانی که تو فوتبال ما درگیر جادو و جنبل اینا هستن، چون ما به نظر مخالفه باشم و بعضی وقتا واقعا گویا جواب میدیم. برای دیدن ویدیوهای باحال بیشتر پیجمون رو سابسکرایب کنید، پیج اینستاگرام ما رو هم میتونید دنبال کنید. آیا آنساید مگازین رو با ویدیوهای کوتاه‌تر اونجا در خدمت شما هستیم. مرسی.